عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام همراهان گرامی. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. بادکش گذاری رو یه بخشش رو گفتیم، بادکش سیاتیک رو گفتیم، بادکش رحم و تختان. اومدیم رو بحث بادکش ریه یا قاعده ریه، چون اگر ریه درگیر باشه در واقع اکسیژن به بافت نمیرسه، ریه رو درگیر میکنه و غلظت خون به وجود میاد. بادکش ریه، اونهایی که مشکلات ریه دارن معمولا نمیتونن دراز بکشن. اگر دراز کشیده باشن نفسشون میگیره و بادکش خوب اثر نمیکنه برای این فردی که دراز کشیده است. به صورت نشسته باشه و روغن مالی بر حسب شرایط مزاج هر فرد انجام بدید. به سمت راست و چرخشی، حتما جهت عقربه‌های ساعت. کاملا روغنتون رو که زدید، ماساژ دادید، جهت عقربه‌های ساعت جذب شد. گفتیم پنس و الکل 96% که ما اینجا آماده کردیم. بادکش هم حتما گفتیم از سمت راست باشه. قاعده ریه تقریبا میشه اینجا و 2 تا بادکش دیگه بغل هم کنار ریه گذاشته میشه. پس شد قاعده بالای ریه و بادکش های بعدی در کنارش قرار میگیره که بشه بادکش قاعده ریه. 10 تا 15 دقیقه بادکش معمولا گفتیم، از 5 دقیقه، 8 دقیقه، 10 تا 15 دقیقه و معکوس. بادکش قاعده ریه رو میذاریم که اکسیژن رسانی به ریه و گردش خون در عضو بهتر میشه. کسایی که مشکلات ریه داشته باشن با همین شکل یک روز در میان باید بادکش قاعده ریه رو انجام بدن. بادکش ریه یا قاعده ریه خب کمک میکنه به اکسیژن رسانی به ریه، چون خود ریه اگر درگیر بشه اکسیژن به بافت خون نمیرسونه، خون غلیظ میشه و منجر غلظت خون میشه. اونهایی که حالا سیگار میکشن، خلط سینه دارن، آسم دارن، تنگی نفس دارن، میتونن از این بادکش استفاده بکنن. فوق العاده کمک کننده است. بادکش رو همیشه از سمت راست میذارید، از سمت چپ بردارید و گفتیم که یه خلأ ایجاد میشه زیر کاپ اگر انگشتتون به این شکل باشه و به پوست هم آسیب نمیزنه. یه بادکشی رو میخوام آموزش بدم که فوق العاده انرژیزاست، انرژی رو میبره بالا. خیلی از ورزشکارا هم این کارو میکنن. اگر شما هم حال و حوصله ورزش کردن رو ندارید، حداقل هفته 1-2 جلسه این بادکش رو بذارید. بادکشیه که گردش خون رو بالا میبره، بادکش خونساز بهش میگن، که بادکش رو در واقع براتون آموزش بدم، ببینید، یاد بگیرید، برای خودتون و خانواده‌تون حتما انجام بدید. بادکش حتما از سمت راست بذارید. قبلا گفتیم بادکش شعله و کاپ در چه زاویه‌ای باشه. زیاد لبه لیوان نگه ندارید که لیوان داغ بشه. بادکش کتف و شونه و خونساز رو به این شکل میتونید برای خودتون، خانواده‌تون انجام بدین که انرژیشون فوق‌العاده بالا میره. حتی میتونه جایگزین پیاده روی هم باشه برای اونهایی که تنبلن، نمیتونن ورزش بکنن. امیدوارم که از آموزش من خوشتون اومده باشه. اگر سوالی براتون پیش اومد یا مطلبی تو ذهنتون اومد که بخوایم با ما در جریان بذارید، حتما بهم بگید که بتونم کمکتون بکنم تا بادکش های بعدی، ویدیوهای بعدی، آموزش بعدی. خدا نگهدار شما.